این سنگ از اون سنگ نروژی هستا، یه ساب بخوره بی‌نظیر میشه، هم توی بدنه کار شده هم توی کف. این ریزکاری‌های ساختمون سازیه که خوب بهش اهمیت داده شده. این واحد 210 متره با 160 متر این حیاط اختصاصی. این حیاط یه قسمتیش لولش پایین تره و یه قسمتی لول بالاتری داره که هم آبنما توش کار داره هم سبزینگی ریشه دار اینجا ما داریم. 3 خواب، هر 3 خواب مستر با 2 پارکینگ البته درگیر. اتاق خواب بزرگ داره که این قسمتی که شما می‌بینید من داخلش هستم این کلوزت مجموعه است و حمام که خیلی کلوزت بزرگ قشنگ کمدای بزرگی توش جا میشه. این اتاق خوابی که هست که رو به حیاط هست و این حیاطی که شما می‌بینید قسمت ریشه دار هست، یعنی مصنوعی نیست و ریشه دار هست و میشه توش قشنگ درخت حتی درست کرد و کاشت. 2 اتاق خواب دیگه ما قسمت جنوبی داریم به علاوه آشپزخونه. این اتاق خوابی هست که نورش بسیار خوب و مناسبه. این قسمت حمام هست، نمیدونم این قسمت حمام سرامیکا داخلش نشون داده میشه تو فیلم، رنگش خیلی محشره، این رنگ خیلی عالیه. ممنون از همراهیتون.